شنوندگان عزیز، علی جان علیف آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی تیم اینترنشنال کالج بار دیگر با شما روشن. مدت زیاد شد که ما با شما درس‌های منبعده خود را پیشنهاد نکردیم و از هر یک و یکی شما عذر می‌خواهیم و این سبب‌های مخصوصی خود را دارد. بیایید اینک درس منبعده خود را شروع می‌کنیم. درس امروزه ما درس 22 امروزه ما present simple negative sentences. پیش از این درس رو از خود کردم، ما باید درس پیشینه رو با شما یادداشت کنیم. درس پیشینه ما درس 21 ما present simple positive sentences. یعنی چی معنا دارد؟ present simple این زمان حاضره نامعینی میگن در زبان انگلیسی، زمان حاضره نامعینی. زمان حاضره نامعینی کاری که ما تماما در تمام عمر میکنیم. مثلا مکتب میروم، فوتبال بازی میکنم، با مادرم کمک میکنم، زبان میآموزم، خانه میسازم، ماشین میخرم، ماشین میرم. کاری که ما در تمام عمر میکنیم این رو present simple زمان حاضره نامعینی میگن. این کار ما کی میکنیم اصلا نامعلوم است، نه که ما در عموم استفاده میبریم. present simple در زبان انگلیسی 4 نمود جمله دارد. جمله های پوزیتیو یعنی جمله های خبری، جمله های نگاتیو جمله های انکاری، جمله های question میگن جمله های سوالی و WH question جمله های سوالی که در داخل خود با سوال دارد. بیاید اینک یک بار دیگر یادداشت میکنیم از درس پیشینه. درس پیشینه ما چی بود؟ درس پیشینه ما مثلا جمله های خبری در زمان حاضره. I play football من فوتبال بازی میکنم. I go to school من مکتب میروم. We eat pasta ما مکرون میخوریم. We play tennis ما تنیس بازی میکنیم. We study Russian ما روسی میآموزیم. We study English ما انگلیسی یاد میکنیم. We drink cola ما کولا می‌نوشیم. We drive car ما ماشین می‌رانیم. I speak Chinese من خیتویی گپ میزنم. I know you من تو رو میشناسم. این جمله های present simple positive بود و اینک میگذاریم جمله های present simple negative. چگونه جمله رو انکاری میکنیم؟ مثلا I play football من فوتبال بازی میکنم. اکنون میگیم که من فوتبال بازی نمیکنم. هیچ نه در انگلیسی do not یا اینکه don't میشود میمونیم. I play football من فوتبال بازی میکنم. I don't play football من فوتبال بازی نمیکنم. I make a cake من تورت تیار میکنم. I don't make a cake من تورت تیار نمیکنم. تنها به شما این تاچه don't اینک شروع میکنیم درس خود رو. بیایید با دوست که نظر میکنیم. Negative present simple negative. بیایید با دوست که نظر میکنیم. present simple negative. negative معنیش انکاری. در اینجا شما دوی سرچه انکاری رو میبینید. do not don't. do not شکل پرش، don't شکل کوتاهش. از یکدیگر چه فرق دارن؟ do not وقتی که شما حجت گذاری میکنید استفاده میبریم. don't وقتی در صحبت بسیارتر این رو استفاده میبریم. در عموم هر دوشون نیست استفاده بردن ممکن است، غلط نمیشود. اکنون فرمولش رو نگاه میکنیم. درس‌های پیشینه نیز ما با شما چگونه ساختن جمله ها رو طریق فرمولا نشان داده بودیم و در این درس ما با شما نشان میدهیم. دقت کنید. اول میگوید subject یعنی subject کی؟ من، پدرم، برادرم، تو، وای، ما، شما، آنها. این subject میشه در زبان انگلیسی s. don't اینجا میبینید شکل کوتاه don't. بعدا verb one و به معنای verb one یعنی فعل‌های یکم، فعل‌های زمانی حاضره. object پرکننده میشود. خب اینجا رو میبینیم. subject do not verb one object یعنی مبتدا، بعدا do not، بعدا فعل، بعدا پرکننده. جمله ها رو میخونیم. I don't study Russian من روسی تحصیل نمیکنم. اگر بگیم که من روسی تحصیل میکنم I study Russian و ما don't لازم نیست و don't در تاجیکی معنی نداره. I don't study Russian من روسی تحصیل نمیکنم.
I don't drive car. من ماشین نمیرم. I don't play guitar. من گیتار نمینوازم. I don't sing a song. من موسیقی نمیسرم. تنها پیش از فعل با ما کلمه don't لازم است. You don't live in China. تو در خطای زندگی نمیکنی. You don't live in دوشنبه. تو در دوشنبه زندگی نمیکنی. You don't play football. تو فوتبال بازی نمیکنی. You don't drive car. تو ماشین نمیرونی. We don't eat pasta. ما مکرون نمیخوریم. We don't eat pizza. ما پیتزا نمیخوریم. We don't play football. ما فوتبال بازی نمیکنیم. We don't learn Russian. ما روسی نمی‌آموزیم. We don't drive car. ما ماشین نمی‌رانیم. یعنی که we don't have English lesson. ما درس انگلیسی نداریم. You don't play tennis. شما تنیس بازی نمی‌کنید. You don't speak Russian. شما روسی گپ نمی‌زنید. They don't work here. آنها در اینجا کار نمی‌کنند. They don't live here. آنها در اینجا زندگی نمی‌کنند. اینا جمله‌های پوره، شکل پوره‌اش. I do not study Russian. I do not study Russian. You do not live in China. We do not eat pasta. You do not play tennis. They do not work here. هر دویش نیست do not یا اینکه don't معنیش یک میباشد. معنی هیچی ندارد. بار دیگر تکرار میکنیم. مثال هر دویش do not و don't معنی یک خیلی دارند. هیچی اینطوری نمیشود. I live in دوشنبه. من در دوشنبه زندگی میکنم. I don't live in دوشنبه. من در دوشنبه زندگی نمیکنم. I play football. من فوتبال بازی میکنم. I don't play football. من فوتبال بازی نمیکنم. I don't smoke cigarette. من سیگارت استفاده نمیبرم. I don't drive car. من ماشین نمیرم. I don't drink alcohol. من شراب نمی‌نوشم. I don't play guitar. من گیتار نمی‌نوازم. I don't speak Chinese. من خطایی گپ نمی‌زنم. این جمله ها بودن جمله های اینکوری. تنها به شما لازم می شود پیش از فعل گذاشتن حصه‌چه دون. امیدوارم این درس به شما پسند می آید و ما کوشش می نماییم که هر روز یک درس نوی خود را پیشکش شما نماییم و تا آخر ماه اپریل ما باید کتاب بگین را تمام کنیم و بعدا در ماه می ما کوشش میکنیم کتاب دوم یعنی کتاب elementary را خب پیشکش شما گردانیم و با شما آن را بیاموزیم. از هر یک که شما عذر میخواهیم که ما مدتی دراز با شما درس‌های خود را پیشکش نکردیم و امیدواریم که شما ما را خوب میفهمید و درس‌های ما را تماشا میکنید، ما را پیگیری مینمایید و حتما به دیگران این خبر را برسانید که ما بازگشتیم و درس‌های خود را پیشکش شما گردانده شدیم. در کامنت‌ها حتما فکر و عقیده خود را نویسید. خدا حافظ.